سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل من. می‌خواستم بهتون بگم که این ویدیو روی استریم ضبط شده و من اون روز بسیار خسته بودم. اگر می‌بینید خیلی آروم حرف می‌زنم، بی انرژی‌ام و اینا، ببخشید به بزرگی خودتون. از ویدیوهای بعدی حتما جبران می‌کنم. پس قبل اینکه ویدیو شروع بشه، استریم‌های ما رو از دست ندید. تایم خاصی و ساعت خاصی نداره در روز، ولی خب اکثر روزا هستیم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه، قسمت دوم وام بلاگ. امروز اومدیم که این خونه رو کامل کنیم، آبی چیزی به ما داد، جنریت استونی بسازیم و بریم ببینیم چطوری میشه. تبر قسمت پیش افتادیم، هیچی نداریم، بریم یه تبر بسازیم. استونی داریم، بریم استونی بسازیم. منطقا استونی خیلی بهتر، کلنگ استون بسازیم. تبر اون همون تبر معمولی، تبر معمولی چوبش نداره. خب تبلیغ چیزی بذاری گوش کنید. چیکار کنیم اینا رو؟ چت نظرتون. این درتور هم بذاریم، اینو برداریم، اسلپ درست کنیم، به این سمت بکشیم. یه دونه دیگه می‌ذاریم میذاریم اینجا. چت هنوز واقعا نمیدونم با چه غلطی بکنم، کشون نمیدونم. یه آبی، یه لاوایی، ببینم یه چی ترید میکردم. اوی اینجا درد دارم. اوی شکول چی ترید میکردی؟ سند میدادی؟ میشم به درد کنم. من آیرن از کجا بیارم تا آب بدم؟ یکی که خودش آب میخواد اصلا. اگ برای من که نمیخوام، ولی میخواستم اینو میخریدم. اسکول نیست البته، اون بهتر رفع کنم. نه دیگه، آفرین. منطقه چوب ها اینا دنبال چوب هم بودم، یعنی یه منطقه با چوب میده. خب خیلی راضی کننده بود. درخت نشدم، سپلینکو بده من، اونم بده من، درختم بده من. این از این دوتا سپلینکمونو اینجا جای این دوتا میکاریم. بعدش چت من منتظرم لاوا اینا بده. لاوا اینا بده بهتر میشه وضعم. بریم ببینیم لاوا اینا میده یا نه. Let's go. خب این از این خواهم هیل میشیم چون غذا نداریم. واقعا همیشه چه باید کنیم؟ فقط پایه رو من امیدوارم زودتر عوض کنم. یه استون فوک امیدوارم این استون نره که نره. 5 تا اوک. اینجا هم کریپر ولمون نمیکنه. دهنه تو سرویس، ریدم تو خودم. این دو تیکه رو بزینم دیدیم یا آخر خودم رو میندازی یا خودت میندازی یا غلطی میکنی. آخر کار خودت میکنی. خب شما اگه یه ذره بری آقا آفرین.
این مجبورم یه چند ها 12 تا دایره میدم چیکه میگم چشم عباس ها چشم اینجا گل دیگه مرسی پالا خیلی خوش اومد گرم میرم کتاب میخونم چون چت ندارم نه نمیتونم خب چت تو بخونیم سلام خیلی خوش اومدی چت حالا ما اینا رو دوباره باید بکنیم اینقدر باید چت بکنیم تا بریم پایر من نمیدونم من امروز باید برم پایر بریم دهن من سرویس شده ما یه داریم زحمت میکشیم این رو باید بغل هم گذاشت ما این راحت تر باشه مرسی فورو بازم خوش اومدی برای ویدیوی فرد شبه خب من فعلا همینجا باید انقدر بکنم تا برم پایر بعدی بگنم به خاصی برم به اون نرسم خوابان که این قرور زده هم این ویلیجر پوفیوز اسمش میذارم بودم این چیز خوب اسپام میشه اینجا قرور میزنم تا اسپام چرا چیزی اسپام نمیشه صبح بشه یه فارم ماب سعی میکنم بسازم فارم ماب نه یه اتاق بسازم مابا توش اسپام میشه بعد میریم سراغ فارم ماب ای پوفیوز میدونم یه وایس بده جان گرت بذارم نردارم این ویلیجرهای نازنین و زحمت کشی ما رو بده این از کس what the fuck چه اتفاقی داره اینجا میفته یعنی من 4 تا کابلستون میگیرم جالب فکرم با همین کتبی هم یه چیزایی بسازم از شوخه یعنی نباید از این رو میگه بس اینه که دارم و بردارم این که چی منطقیه این چیه زغال این چیه مکس بود استون واقعا همینه چی دیگه بک تو روه کم چیزای بهتری میشه ساخت ولی بخوام بشه ساخت ولی ما نمیدونیم اگر میدونستیم خیلی بهتر میشه بدم نشه ها نمیدونم باید ببینم چی میشه این پایه چرا اول چی میشه حالا دیرتا میگیریم کف و منطقا تا حساب کنی چوب نصفه بذاری باید در بیاد چون این چوب رو به بالاه رو چوب رو به بالا اسپام میشه اسپام نشو باید کف رو عوض کنیم و کلی چوب بپرش میشه 1 2 3 خب 4 حالا این برم 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 و اینم 4 خب بریم چت این ور یکی 2 تا 3 تا و بقیه‌اش هم که اینجوری یعنی یه 8 در 8 دیگه 8 تا 64 تا فکر کنم آره دیگه 64 تا و یک استک نیاز به از اینا داریم از اینا اسلام از اینا از اینا میدونید چیه خودم نمیدونم از اینا چیه که شما بخواید بدونید از اینایی که دارم میگم چیه خب چقدر نیست دارم میگم خوبه
یه درش دیگه مونده که به همین موقع قراره سرویس بشه. 1 2 کافیه. اسمایید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دیگه گفتم کافیه. حالا اینا رو میذاریم سر جاش. دور تا دور درست میده. درست تموم شد بریم سراغ گزینه بعدی. نشه نماد بالا میساختم برای اپیک روم. نمیدونم چیزایی که اینا میدنم الان فعلا به در اون نمیخوره. نمیدونم چه غلطی بکنم. چرا نمیره چیز بعدی سیشن بعدیش. قطعا بعدی استونه چیزی میخواد بده. هیدم استون نبود. باید من این چیزی که من اینجا ساختم یه چیز کاملا بیهوده است. شاید در آینده ویلیجر ببرم توش، چون میدونم قرار نیست توش ماب اسپان بشه. خب این دیگه کیه؟ آی چی میدی؟ گوشت یه پیش داداشیات یه پیش رفیقات. سعی تو روش مردم. نه خب نه انداختش اولاغ. بابا بیا اینجا جنس میخرم. بیا جنس های خوب میخرم و قول میدم. بیا داداش بیا میگم جنس میخرم. بیا عجب خریه. تو بیا برو تو چه جنسایی. خب بسخور شد. اینم اینجا میخوام دی اسپان شد یا کریپر وقتی ترکید فکر کنم مرد. من گفتم باخت دادیم باور نه. با این کنده میشه. من رفتیم غار. خوبه چت. این چیزایی که داریم و همه رو فعلا داریم اینجا. از اینا برمیداریم یه دونه فرنکس میذاریم. بعد میایم اینجا از اینا رو میذاریم سر جاش. از اینا رو برمیداریم اینو بذاریم اینجا. اینو بذاریم توی از اینا رو برداریم بذاریم توی از اینا و تموم. بعدش به ما از اونا میده که بتونیم باش چیزای دیگه بسازیم. خوبه شاید پیشرفت خوبی کردیم. فعلا توی ماب نیستم. گفتم نیست. این باید یه جایی باشه که دور از من باشه. اونجا الان ماب اسپان میشه. ولی اینجا چرا باید اسپان میشه؟ جایی که من یادمه نزدیک اگر بود اسپان نمیشد. این دم گوش همه. گوش جایی دیگه. یه تجربه استفاده هم بکنید لاغر. راه به سخت میزنیم و روی وسط سخت یا وسط فکر کنم این وسط سخت. حالا مهم اینو میذاریم و یک دونه از اینا رو میذاریم. فعلا یه دونه از اینا رو بکنیم. اینو اینجا بکاریم. بعد در بیاد سفرینگ هاشو در بیاریم 4 تایی بتونیم بکاریم که فوق‌العاده است. این از آیرن ها.
این از اولین آیرنامون. طول مادری. همونو برو پایین. همونو برو پایین. همینو بیا اینا. بیا 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 بیا. اسکو خودو پایین. یخ میده. کیشتار میده. قارم آهن میگم لازم. آهن میگم. قارم زامبی میگم لازمه. باور نمیکنم. بیا چیا میداد. اونم کم کم میسازیم انشالله به دست خداوند متعال. اونم میسازیم. خیلی صدا بارون حس کنم تو مخ باشه. خیلیش کنم صدا بارون خوب. صدا بارون حتی تو بازیش هم خوب. نه چرا انقدر کم شد از اسفنا؟ نمیدونم. از تولید به مصرف اینجا هر چی در میاری مستقیم میپذیم. نکنید چت. من صرفی میکردم. الان 3 تا از این اسپروسا داریم. رفتیم توشون و این خوبه. اونجا قرار بود خونه خودمون بشه. شهر خونه این دریسو. چرا که آیرن هم نمیده. آها چرا تو این گیم باید همه چیز رو بگم. میگم چرا آیرن نمیده. آیرن میده. چرا هیچی نمیده. چرا یه چیزی میخوام بده. یعنی به بعدی یه چیزی بده. هم تو غار میکردم احتمالا. هم تو غاری هم تو غار نیستیم. یه چوب میده. خیلی رندومه. بمبلوکی قدیمی که من داشتم که اینطوری نبود. اوه چه غلطی میکنید اینجا. یه غلط خاصی نمیتونم بکنم چون هیچ چیزی بهشون ندیدیم غلط خاصی بکنم. اینا رو هم بذاریم سر جاش. طوری شد. یه دونه آیرن بذارم اینا رو تبدیل کنم. بودم آفرین. ما میسیم 2 تا بشه که 2 تا شد. ما بعدی 2 تا بخوایم پیدا کنیم اون 2 تا آب بشن و نور بیشتری داشته باشیم. خب حالا اینطوری بریم اینجا. بعدی ها بده دیگه اذیت نکن. آیرن 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 نبود نیست. این هست. این آیرن. ای بابا این آیرنه بده. در سک آیرن بده. فقط دارم به امید آیرن میکنم. خوبه آیرن. بازم بکن. بیشتر بکن. امنیتی؟ اصلا زمان بندی و دقت و دقیق بودن در HP رو عشق میکنید. خب اینجا بازم ماین میکنیم. کاری که همیشه داریم انجام میدیم این سری. تا هنوز روشنه دستمون باشه که خاموش شد بذاریم یا روشن بمونه. حال گاز دیگه مثلا شما گازتون رو همیشه روشن نمیکنید. من بخاری هم این هم گاز هم بخاری از این چیز قدیمی ها. دقت کردی الان 12 تا آیرن داریم. یه دونه دیگه و 3 تا 12 15 16 تا الان آیرن داریم. 17 تا الان آیرن داریم. وای خسته شدم. چرا تمام نمیشه؟ همون شو به دسته.
ایوه اینجا اینو برمیداریم میذاریم، اینو دوباره میذاریم اینجا. 19 تا الان آیرن داریم، شد 20 تا. یه از کم افتاد پایین، بازم میگم 20 تا نشد. دیدم نه اومد دستم. چی فکر کرد تو بود؟ من چه فکرم مایکم بده. مایکو از بردا اینا از ویدیوهای بعدی که دارید میبینید الان، از بعدیش آره دیگه، نه سری قسمت بعدی این سری، یعنی ویدیوی بعدی قراره که شاید بهتر شه. قراره چه کاملا جمله بندی درست. اینجا اینا رو میذاریم اینجا، اینو برمیداریم میریم به جنگ زامبی. تو پایین نیا حداقل. یه ذره میخوای بیای جلوتر. گوشت چی شد؟ این چوها رو بزنیم، این چوها رو بزنیم. چتفه کاملا این ور باشم اون تو اسپام بشه. نمیدونم، احتمالش خیلی بیشتره. ببینیم چی اسپام شد. آخه پوفیوز وای، دوتا گوشتمو نداشتم. کجایی؟ پوفیوز الان کجایی؟ چت تا مرگ بعدی باز هم خدا نگهدار.